رئیس جمهور محترم آینده و معاونین محترمش انشاءالله مشکل بلوچستان را حل کنند. مشکلی که با حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید به وجود آمده، رئیس جمهور موفق از این بعد و از این حیثیت برای ما کسی خواهد بود که مشکل جمعه خونین زاهدان را انشاءالله حل خواهد کرد و اون شهدایی که خونشان ریخته شده، رهبری هم فرموده اینا شهیدن، شهید قاتلی دارد، این قاتلش رو ما باید پیدا کنیم. اگر سنی بوده قاتلش محکومش کنید، ما اصلا ناراحت نمیشویم. حضرت شیخ الاسلام برانداز نیست، حضرت شیخ الاسلام ضد انقلاب نیست، حضرت شیخ الاسلام ضد ایران نیست. به وحده لا شریک له. حضرت مولانا عبدالحمید همچون رهبری مذهبی اهل سنت را دارد و به دنبال آرامش است. با هر گونه اپوزیسیون، با هر گونه فشار داخلی و خارجی برای ناامنی منطقه، برای ناامنی استان، برای ناامنی کشور جان خودش را و اولادش را سپر کرده. بنده شاهد بودم، من دیدم مولانا اگر جانش را میخواسته بدهد در مقابل داعش تکفیری، در مقابل نیروهای افراطی و تفریطی و پرفشار داخلی، فقط به خاطر این بوده که به دنبال امنیت و آرامش بوده، به دنبال این بوده که تمامیت ارضی و حفظ عزت ایرانی، اصلا نگاه نکرده که کی شیعه است و کی سنی، اصلا به اینا توجه نکرده.